بسم الله الرحمن الرحیم. ای کشته اشک ها به نام تو سلام، بر شور محرم الحرام تو سلام. 72 گل به کوی تو پرپر شد، بر خاک همیشه لاله فام تو سلام. صلی الله علیک یا قتیل العبرات. سلام مردم، سلام عزادارای حضرت سید الشهدا. الهی که خوب باشین، قبول باشه همه سوگواری ها، عرض ارادت ها و محبت هاتون تا اینجای محرم الحرام به ساحت حضرت سید الشهدا. انشاءالله صاحب عزا و ماتم به شایستگی ازمون پذیرفته باشن. انشاءالله لبخند رضایت به لبان مبارک مادرشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نشسته باشه که اگر اینجوری باشه دو دنیا برای من و شما بس. خیلی خیلی ممنونم که وقت میگذارید و تا پایان یاد خدا رو با چشمای زلال و مهربونتون همراهی میکنید. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. خیلی ممنونم که دارین دل میدین به برنامه خودتون، یاد خدا، و منتظرین مثل من تا استفاده بکنین از صحبت‌های مثل همیشه دلنشین و دلچسب به حجت الاسلام و المسلمین سعیدی آریا که این نوبت هم قدم به چشم من گذاشتن. با افتخار خدمتشون هستم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. عاقبت به خیر باشید. خدا حفظتون کنه. الهی شکر، الهی الحمدلله. باز هم در محضر قرآن و اهل بیت علیهم السلام بتونیم انشاءالله خدمتگزار باشیم. از اینکه قابل دونستید ما رو دعوت کردید ممنونم. انشاءالله منم توفیق داشته باشم. انشاءالله به اندازه خودمون. گفت آب دریا را اگر نتوانی کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. انشاءالله به اندازه که بتونیم در خدمتتون باشیم. زنده باشید. اندازه که ما از شما یاد میگیریم خیلی زیاده. خدا بخیر. الحمدلله رب العالمین. اینم ادب و لطف شما. مخلص. خب ما گفتگوهامون عمدتاً متمرکز شد روی
پیاده روی 40 و آثار و برکات و یک دل بودن، یک رنگ بودن، همه از خانواده حمیم، همه مثل حمیم، اینا اونجا خیلی نمود داره و خیلی چیزای قشنگ‌تر دیگه ای که الان شاید به ذهن من نیاد. همیشه فکر میکنم که چی میشه که این فقط محدود به اون 3 روز 5 روز یه هفته 10 روز هرچی نشه، یه جورایی کش بیاد، انقدر کش بیاد تا برسه به خونه هامون. درست. مثلا این آدما مثل قطره‌های جدا جدا از جاهای مختلف دنیا به هم وصل میشن، بعد میرسن سرریز میشن تو اون اقیانوس مواج پیاده روی 40. وقتی میخوان برگردن این شعبات این دریا بشه رودخانه یه جور بریزه تو کوچه و خیابون و خونه های هممون، بگیره همه جا رو این دریاها. آره اون مفاهیمش به همه جا رو بگیره که این شاید اون آرمان شهر مهدوی همین اینه، نمیدونم، شاید نیازه که به اون وصل بشیم، ولی یه آرزوی شاید بشه که این اتفاق بیفته. میخوام ببینم راهش چجوریه، ما چجوری میتونیم برسیم به این مسیر. یه نکته دیگه هم که حالا ازش غافل نشیم، فقط دیگه زیاد حرف میزنم ببخشید، این ور قضیه رو فقط نبینیم. به نظر من چون امام زمان وقتی تشریف میارن، شما بهتر از من میدونید، پایگاهشون عراق دیگه. بله. درسته، مسجد کوفه و مسجد سهله و اینا. خب وقتی امام زمان میان اونجا منجی عالمن، طبیعیه که از همه جای دنیا تو روایات هم داریم که جمعه ها نمیدونم مسجد کوفه اینجوری میشه و اونجوری میشه و نمیدونم خیلی‌ها میان و اینا از جای مختلف. بنابراین اونجا باید قابلیت میزبانی از کلی نفرات رو داشته باشن. وقتی ما باید این از قبل یه ورزیدگی و یه تمرینی اونجا پیدا کرده باشن، انگار که توی این راهپیمایی 40 مردم عراق هم دارن اینو تمرین میکنن، تمرین پذیرایی از مهمونای امام زمان. بله. یعنی هر دو طرف انگار دارن یه چیزی رو تمرین میکنن. این چجوری بس داده بشه توی زندگیامون؟ چجوری نمود پیدا بکنه؟ خب آرزوی قشنگی است، مخلص، و انشالله هم محقق بشه. اولا اینکه بدانیم دنبال چی هستیم و اینکه کجا وایسادیم. بله. فاصلمون چقدره. شما وقتی میخوای توی مسیر یا با موبایل بزنی، بله. که پیدا بکنی، یکی میگه بگو که مقصدت کجاست، اسم اون مقصد رو میزنی دقیقاً برات پیدا میکنه. ولی جای دوم اگه بخواد راهنمایی بکنه، اول دومی رو باید بگه که خب کجا وایسادی، باید اون مکان نمای خودت رو روشن بکنی. بدونی کجای فاصله، از کجا بهت بگم کجا بری. درست مقصد معلومه، بله ظهور هست و اون جامعه آرمان شهر به قول شما و اینها، ولی ما الان چقدر باش فاصله داریم. متناسب با جایی که تو هستی باید مسیر مشخص. بله مسیر مشخص بشه. از کجا باید شروع بکنیم؟ از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینو خوب فهمید که جامعه باید جامعه اسلامی باشه، حکومت اول باید حکومت اسلامی باشه، باید اول ولایت پذیری رو تو این اندازه مردم یاد بگیرن، به ولی، به حاکم خودشون به دید ولی نگاه بکنن، ولی فقیه، تا بتونن باید مسلم ابن عقیل رو باهاش بیعت بکنن تا برن با امام حسین علیه السلام باشن. این اولین مراحل بود. حالا داریم تو 40 هم مثال میزنم براتون. مفاهیم غربی نباید تو جامعه ما باشه. یعنی مفاهیم که میخوام بگم کجا وایسادی، ماها بهترین مفهوم یه شهروند خوب بودنه، در حالی که مفهوم شهروند مفهوم کثیفیه نسبت به مفهوم دینی که ما داریم به نام اخوت. مثلا این معنا کجا، اون معنا کجا؟ تو مفهوم شهروندی میگه برای تمیزی شهر از این شعار استفاده کن: شهر ما خانه ما. چقدر سخیفه شهر ما رو بخاطر مثل ملک خودت، چون بالاترین و ارزشمندترین چیز ملک من است، مالکش من باشم، پس شهر رو به خاطر اینکه فکر کن ملک تو است نگهداری. تو فرهنگ دین بیت المال خیلی بیشتر از این ارزش داره. اصلا خونت اگه هر چی هم باشه ولی شهرت خیلی مهمتره. میفهمیم تفاوت فرهنگ ها چیه؟ ما یه سری اصول غربی رو آوردیم برای خودمون، اصول انسان محوری رو اسمشو گذاشتیم به جای اخوت شهروندی. شهر ما خانه ما نمونش بود که مثال زدم. بعد اونا رو داریم ایدئالا تعریف میکنیم. پس اول بفهمیم کجا وایسادیم. مقصدمون خیلی فاصله داره. یعنی بریم باب اخوت رو توی روایاتشمون بخونیم. حضرت فرمود نه هنوز اصلا این حرفا نیستش که شما حرف به گوش ولی دادنتونم اینطوری نیستش. مسلمان تنوری قصهش رو همه شنیدید، آمد پیش حضرت و که گفت آقا بیایید و ما آماده ایم و چی هستیم. غلام حضرت اومد، فلانی آمد، حضرت گفتش که فلانی برو تو تنور.
روشن کرد و مثلا این نعلینش هم زیر بغلش گذاشت و رفت تو تنور. ولایت پذیری هنوز اونطور هست یا نیست؟ خب مسلم ابن عقیل هم نگاه کردیم ولایت پذیریشون نسبت به مسلم نبود. همونایی که مسلم رو تنها گذاشتن امام زمانشون هم تنها گذاشتن. این مسئله خیلی طبیعیه که اونجا هم اتفاق بیفته. اما اینکه مسئله اربعین رو چجوری پیاده کنیم توی شهرهای خودمون، یه کار خیلی قشنگی دارن انجام میدن که مسئله جاماندگان رو دارن. آره. این مسئله جاماندگان خیلی کار قشنگیه. میان از میادین معروفی است به اون جایی که مثلا امامزاده‌ای باشه توی اون شهر، این مشایع رو دارن. این در زمان سالی یک بار تکرار میشه که الان مسئله قدیر هم بهش اضافه شده، این مسئله مهمانی‌ها. این تعظیم شعائر باید تعدادش بره بالا. یادتون اون مسئله رو در مورد روزه یه دفعه صحبت کردیم که ماه رمضان رو اگر میخواید تسری بدید در ماه‌های دیگه شروع کنید ماه‌های دیگر هم اول، وسط، آخر، دوشنبه، پنجشنبه یا اینا رو روزه گرفتن. اینا هم باید تکرار بشه. یاد ابا عبدالله علیه السلام، یاد امام حسین و یارانش حرفش گفته بشه، داستانهاش گفته بشه، از اون خاطرات مستندسازی بشه. این دیگه مال رسانه است، این دیگه بیشتر مربوطه به حضرت علی و عزیزان دیگه امام میشه. مستندسازی هایی که یادآوری میکند، سمبل سازی و یادآوری میکند این مسئله را. چجوری حرم این حالت رو برای ما داره؟ قتلگاه با اون چراغ قرمزش، هر دفعه میری خودش روزه است، میری میبینی کسی هم لازم نیست حرف بزنه برای تا، میری نگاه میکنی دق میکنی اونجا. این مسئله باید تو مستندسازی ها، تو تلویزیون من، تو جاهای مختلف، اگه داریم شب جمعه کربلا میرید باید تلویزیونمون هم شب جمعه کربلا برود، دوباره این مسئله باشه، یاد خاطره اون مسئله‌ای که مشاهیر اینقدر از این خاطرات شیرین هست، کتاب باید روش نوشته بشه. اینا زنده نگه میداره. بعد تفاوتامون رو حس کنیم، من تو کربلا اونجوری بودم، چرا الان اینطوری شدم؟ دوباره باید برگردم. انشالله که اینطوری باشه. آره الهی آمین انشالله. نمیدونم تایید میکنید یا نه، تو سالهای اخیر نسبت گذشته تلویزیون پیشرفت داشته به نظرم تو این حوزه. شبای جمعه امام حسینی ما خیلی داریم تو شبکه‌های مختلف. آره. بله. تو تلویزیون. ولی قبول دارم که کیفیت کارها میتونه خیلی ارتقا پیدا بکنه، یعنی با طراحی دقیق‌تر، هنری‌تر و عمیق‌تر، الگوسازی. آره. بله. میشه که به تعبیر شما اون فضایی که تو حرم امام حسین هست و بیشتر تداعی کرد برای کسانی که جا موندن. بریم و برگردیم بازم بشنویم استفاده کنیم. بفرمایید. خواهش. سلام خدا بر حضرت سید الشهدا، سلام خدا بر زائران آقا امام حسین علیه السلام، به زائران اربعینیشون، انشالله که به سلامت برن و دست پر برگردن و نفس بزنن برای کسانی که نتونستن به این زیارت مشرف بشن، به جاماندگان. من همیشه میگم که اینایی که نتونستن برن، پای رفتن نداشتن، دل موندن هم نداشتن. اونا پاهاشون از رفتن تاول زد، اینا دلاشون از نرفتن تاول زد. همینطور. آره، پاهایی که با رفتن تاول میزنه، با مرهمی و روغنی و چه میدونم پمادی درست میشه، ولی دل خیلی کار میبره تا درست شه. سخته. اگرچه این آرزومند بودن خودش معجوره پیش خداوند. و روایت از وجود نازنین امام صادق علیه السلام هست که اگر فقیری رو دیدی و خودت نداشتی کمکش کنی، اما گفتی خدایا کاش من داشتم کمک این میکردم، کاش به اندازه‌ای که من میتونستم کمک این بکنم، پول داشتم مثلا، امکان داشتم، خدا به اندازه‌ای که داشتی و کمکش میکردی اجرشو بهت میده. خدا پشت این نیت ها هست، دل سوختن ها هست. اگه اون تلویزیون رو داشتی نگاه میکردی، دیدی این بچه ها رو تو غزه دارن اینجوری میکشن، ولی بی تفاوت نبودی، اومدی گفتی خدایا ریشه این دشمنا و این ظلمه رو بکن، خدایا من دلم میسوزه برای این ظلمی که هستش، نمیخوام اینطوری باشه، اجرش رو میبری. این دیگه صراحت روایات ماست. اما اونایی که جا موندن، اما اونایی که نرفتن، اولا بعد منزل نبود در سفر روحانی. یه جاهای آدم دلش رو، قلبش رو متوجه میکنه که یا ابا عبدالله تو میدونی من آرزوشو که داشتم بیام، اما اگر به پا نتونستم بیام، کمکم کن به دل بیام، متوجه تو بشم. اینم آداب خاصی داره، حتی داره که برو روی پشت بام، سرت رو به طرف راست و چپ بگیر، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این تو مفاتی هم هست، میتونن پیدا کنن. عبارتش هم زیارت از راه دور اصلا داریم
که زیارتی که از نزدیک پیش نیامده زیارت از راه دور بشه. یه وقتایی خودمونی با حضرات اهل بیت علیهم السلام حرف بزنیم، حتی کسایی که رفتن زیارت پای ضریح نشستن، یه وقتی این زیارت نامه رو که خوندی تموم شد بذار رو همدیگه گویا امام حسین من اینجا اومدم ولی بی ادعام، همچین حرفای خودمونی باید زد. ادعام نمیشه، نمیدونم نمازم روزمه، نمیدونم فلان، هیچ چی رو ادعام نمیشه، ولی یه ادعای بزرگ دارم، این که خدایا من حسین را دوست دارم. خدا این یه جمله رو اینو با صداقت میتونم بگم، اگر خطا کنم، اگر هر مشکلی دارم، ولی شماها رو که دوست دارم که یا امام حسین تو وجیهی، وجیه یعنی آبرودار، میگیم یا وجیهن عندالله، یه حرفایی بزنیم. اگه تو خونمونم یه گوشه هم هست، تو تلویزیونم داری میبینی عکس حرمو دیدم، این قدیمی‌ها تاقچه هاشون میذاشتن عکس حرم امام حسین علیه السلام. ما تو جوونیم که تقریبا نمیشد بریم که کربلا رو، من تصویری که داشتم فقط ازش همون عکسه بود که مثلا رو تاقچه ها یا جایی تو مدرسه‌مون یه جا زده بودن که این اسمش بین الحرمین، اینجا حرم حضرت عباس، اینجا حضرت امام حسین علیه السلام، همینو تصویر داشتم. ولی یه وقتی یادم همین جوری هم حرف میزنه. انقدر بچه‌ها شهدا بودن تو کربلا، تو سینه‌شون زدن جوونی ما به فدات حسین جان، کی میرسیم به کربلات حسین جان؟ هیچ وقت هم نرسیدن، با آرزوی کربلا رفتن. الان شاید من کربلا رفته باید اینطوری نگاش بکنم که کلاه از سرم بیفته که اون الان جایگاهش کجاست، با اینکه هیچ وقت نتونست بره، ولی شهادت الان یه جایی رسوندتش که پای سفره امام حسین علیه السلام نشسته. پس اینم بدونید اونایی که وقت حالا به هر دلیلی نشد بریم، یه وقت حرف بزنیم با امام حسین. اگر ما دست مردم که بالاخره این نون گندم رو دیدیم، از یک کسایی شنیدیم که چقدر شیرین بوده، رفتن جابر ابن عبدالله انصاری رو شنیدیم چه جوری زیارت کرده، شنیدیم یه کسایی خلاصه جواب گرفتن اینجا هستن، یه سری کسایی حاجت گرفتن، یه کسایی حرف زدن. ما شماها رو زنده میبینیم، اگر از پا جا موندیم از دل جا نمونیم. ما تو آخر عمرمون عاقبت به خیریمون اینا چیزهای مهمیه باید خواستا. یه وقت نکنه من از مسیر شما برم بیرون، یه وقت نکنه یه جایی باشه محبت شما از دل من بره بیرون. لذا دعا کنیم خدایا تو نسلمون، تو ذریه‌مون کم ارادت و بی ارادت نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام قرار نده. خدایا عشق و علاقمون نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام روزافزون باشه، ثبوت قدم داشته باشیم تو این زمینه. خدای محبتم روز به روز زیادتر باشه، تبعیتم بیشتر باشه. خدایا عشقم به این خانواده خال بر نداره، لک بر نداره. خدایا من اینا رو آبرودار میبینم. خدایا من تو هر موقعیتی تو زندگیم، تو سخت‌ترین جاها هم باشه، از اینا کمک میخوام. اینا رو من خدایا واسطه نسبت به تو میبینم، وجیه نسبت به تو میبینم، آبرودار پیش تو میبینم. اینا رو حرف زدناش، نجوا کردناش، کی گفته نمیشنوه امام حسین علیه السلام؟ خدا رحمت کنه طیب حاج رضایی رو، خدا رحمتش کنه. یکی از کسایی که میدونید کسی بود که خواستن به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خیانت کنه، یه دروغی نسبت بده، با قصه طولانی داره که جواب جدش رو چی بدم، جواب از زهرا رو چی بدم. یکی از بنده خدایی تعریف میکرد، میگفتش که طیب نشسته بود، هر کسی میامد برای روزخوانی میامدن، مثلا یه 2 خط شعر میخوندن و میرفتن در مولوی تهران. بعد عرض شد که میگه یه بنده خدایی اومد، نابینا بود، یکی از این کسایی که مداح بود نابینا بود و مثلا پسرش و کسی دیگه دستش رو گرفته بود میبرد. طیب جلو همه بلند میشد، سمینم بود و چا بود و روی مثلا چهارپایی هم نشسته بود. این که اومد رد شد، این نوچش کنارش بود، زد بهش، گفته این که نمیبینه. اون ساکت بود، جلو واسه چی بلند میشه؟ گفت امام حسین که میبینه. آخه امام حسین که میبینه، امام حسین میشنوه، امام حسین میبینه. تو راه کربلا بودی امام حسین میبینته، تو خونت هم بودی امام حسین میبینه. این قطره اشک چشم تو اگه هیچ کس ندید امام حسین میبینه. اگه قصه خوردن برای امام حسین و بچه‌هاشو هیچ کس ندید، هیچ کس نفهمید، او که میبینه و او که میفهمه. اونام دستشون بسته نیست، بخیلم نیستن. اونا سجیت و کمال کرم، عادت و کمال احسان، همشون هم همینن. تازه امام حسین علیه السلام که اسره است و بی حساب میده. هیچ وقت مؤمن